عزیزان، وقتی که ما به کعبه و این مشهد بزرگ نگاه میکنیم، وقتی که فیلم ها در شبکه های فضای مجازی می آیند و آن فیلم ها را من و شما میبینیم، نگاه میکنیم، من و شما احساس شرف و عزت و بزرگی میکنیم این که ما مسلمان هستیم. والله قسم، کسی که اشکش بریزد به خاطر شوق حج، کسی که اشک بریزد به خاطر این که نتوانسته به حج برود، این شخص نزد الله مانند کسی است که حج کرده است. بهترین روزهایی که عبادت در آنها نزد الله تعالی محبوب تر است دهه اول ذوالحجه است که روزه هر روزش برابر با روزه یک سال و قیام هر شب آن برابر با قیام شب قدر هست. چقدر از ساعتها را ما سپری می کنیم اما از یاد الله غافلیم و الله را در آن یاد نمی کنیم. چقدر از ساعتها را در غیبت، در صحبت کردن در رابطه با فلانی و فلانی یا در رابطه با دنیا صحبت می کنیم و من و شما از یاد الله غافل هستیم. قبل از این که روز عرفه بیاید همدیگر را معاف کنید. ادخلوا علی یوم عرفه بقلوب بیضاء، شروع کنید روز عرفه را با قلبی سفید. دنیا حقیرتر از اینه که روز عرفه بیاید بر ما با ارزشترین روز الله و برادر با برادرش در یک خانه نشسته باشد اما با او صحبت نمی کند. و این قضیه عید قربان قضیه خون ریختن نیست، قضیه ذبح کردن حیوان نیست، که این قضیه ذبح کردن خواهشات نفسانی من و شما هست، ذبح کردن شیاطین قلبهای من و شما هست، ذبح کردن اون کینه و بغض و عداوت و حسادتی می باشد که در قلبهای من و شما وجود دارد. عزیزان، طلب دعا بکنید از حاجیان، از کسانی که در این ایام در حج می باشند، از اونها طلب دعا بکنید که برای شما دعا بکنند. اگر شما کسی رو ندارید در این ایام که برای شما دعا بکند در حج، شما در خونه های خودتون مادرانی دارید، از اونها طلب دعا بکنید. دعای مادر در حق فرزند به مانند دعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حق امت من و شما هست. و لحاظا در این ایام صدقه بدهیم، دعا بکنیم برای همدیگر، طلب بخشش بکنیم از همدیگر. مسلمان باید مسلمان را ببخشد. قبل از این که روز عرفه بیاید همدیگر را معاف بکنیم.